الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله و صحبه اجمعین. دوستان خسته نباشین. به تازگی بنده پستی گذاشته بودم در مورد بیمه. متاسفانه مواردی بود که این وسط از قلم بنده افتاده بود که بنده اینا را متذکر بشم. دوستان زنگ زدن، جویای این گونه موارد شدن. از همه شما تقاضای بنده این است که ما علما هم نیاز به تذکر داریم. بعضی چیزا هست برای ما حل دیگه فکر نمی کنیم در ذهن عوام همچین موردی مشکلی داشته باشه. ما از گفتن اون مورد دیگه چشم پوشی میکنیم و بعضا فراموش میکنیم. به ذهن ما موقع نیومده و لازمه که شما عزیزان با ادب و احترامی که نسبت به دیگر عزیزان قائل هستید این موارد برای ما هم تذکر بدین که ما هم محتاج تذکریم. یکی از اون مواردی که لازم بود بنده متذکر بشم که این مورد از بیمه مشکل شرعی نداره، بیمه های مجانی هستن. همین بیمه سلامتی که در شهرها و روستاها خود دولت اینو مجانی داره، مثلا مردم رو بیمه میکنه، یا کدام نهادی، کدام خلاصه ارگانی اگر اون اشخاص شاغل زیر دست خودش را به صورت مجانی بیمه میکنه و عزیزانی که بیمه شدن از خودشون کوچکترین پولی واریز نمیکنن، این گونه موارد مشکلی نداره. این یک مورد. مورد دوم یه خوشخبری هم هست که الحمدلله با این عزیزانی که در شرکت های بیمه کار میکنن ما در ارتباطیم، دارالفتاهای اهل سنت در ارتباطن و این شرکت های بیمه سعی دارن میکنن که اون موارد بیمه کردن اشخاص را طبق موازین اهل سنت و جماعت درست بکنن و خیلی از موارد دارن اصلاح میکنن. ما این گونه موارد از اینا کتباً گرفتیم و به دارالفتاء ارجاع دادیم. الان در دارالفتاء سر این موارد داره بحث و گفتگو میشه. امید است که در آینده این مشکل بیمه های اختیاری این موارد هم یعنی انشالله درست بشه. نه اینکه ما ملا و آخونده و مولوی بخوایم پناه بر خدا حرام خدا را حلال قرار بدیم. نه خیلی اینطور نیست. با کوچکترین تغییر یک معامله حلال میشه، با کوچکترین تغییر یک معامله حرام میشه. مثلا حضرت بلال حبشی رضی الله عنه از بازار خرمای خوب گرفته بودن، آورده بودن نزد نبی خدا صلی الله علیه وسلم که یا رسول خدا من همچین خرمایی گرفتم. نبی خدا فرمودن چطور این خرما را خریدی؟ فرمودن که یا رسول الله، به زبان امروزی گفتن که بله بنده 2 کیلو خرمای ردی، یعنی خرمایی که زیاد خوب نبود دادم و در عوض اون از اون شخص 1 کیلو خرمای خوب گرفتم. نبی خدا فرمودن هو عین الربا، این عین ربا هست، یعنی خود ربا همینه، همین ربایی که الله تعالی در قرآن حرام کرده فرمودن همینه. و چطور یا رسول خدا؟ بعد فرمودن که چیکار کنم؟ گفتن که برو به همون شخصی که این خرمای خوب را گرفتی معامله رو به هم بزن. اون 2 کیلو خرمای ردی، حالا من دارم میگم کیلو، اون موقع که بحث کیلو نبوده، 2 کیلو خرمای ردی یا خراب را یا زیاد خوب نبوده، اون رو برد در بازار بفروش و به پول اون چیکار بکنی؟ بیای خرمای خوب بخری. ظاهرا با هم دیگه فرقی نداره، ولی این پشت سر دیگه یک بحث عمیقی هست به نسبت اینکه چرا ربا و درصد و موارد بیمه این گونه ها حرام میشه. این یک بحث طولانیه که جای بحثون الان نیست. لذا الحمدلله جای خوشحالی هست که علما دارن سر این گونه موارد دارن بحث میکنن. امید است که الله تعالی به نسبت این مورد هم علمای ما را توفیق بده که بیمه های امروزی را بر موازین اهل سنت و جماعت فتوای جواز اونها را بدن و مردم هم انشالله بتونن از این گونه موارد استفاده بکنند و انشالله باعث پربرکت شدن امور دنیوی و اخروی ما بگرده. البته علما به نسبت یک مورد اجازه دادن که بیمه اختیاری هم یعنی گنجایش داره. اونم این مورد که اگر پناه بر خدا در کدام خانواده یک بیماری حاد و بسیار سنگین، از اونایی که خرجشون خیلی سنگین، دیالیز و مانند اینها که در هر ماه خرج اینها به چند میلیون میرسه، در چنین مواردی برای اشخاص خاصی که چنین بیماری‌هایی در خانواده دارن و خرجش دیگه خیلی سنگینه، در چنین مواردی هم اجازه داده شده که میتونن بیمه اختیاری چیکار بکنن؟ انجام بدن. چون قبلا گفتیم بیمه ها اجباری ها گنجایش داره. بیمه های مثلا
بدون خرج که مجانیاً هیچ مشکلی نداره، اما بیمه اختیاری جایز نیستن. اما به نسبت این موردها اجازه دادن. چطور اجازه دادن؟ این برای قاعدیه، چون که اصل بیمه این چیزی که مثلا امروزه از ما پولی گرفته میشه این خدمات ها رو میدن، متاسفانه این از نظر فقه اسلامی گنجایش نداره. این علما مثال زدن به معنی گوشت خوک. گوشت خوک هرگز حلال نمیشه، بلکه در مواقعی که انسان به خیلی مشقت میفته در چنین جاهایی اجازه خوردن هست، با اینکه اجازه خوردن هست حلال نیست. همینطور در این گونه موارد هم اصل بیمه بر همین مبنا هست که این درست نیست، ولی بنابر کدوم ضرورتی در چنین مواقعی علما اجازه دادن که میتونه بیمه اختیاری هم داشته باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.